جارو زدم همه جای خونه رو. مامان ظرفارم شستم، گفتی ظرفا رو بشور. یه ظرف شستی دیگه، انگار رفته با دستش رخ شسته. مامان سالادم درست کردم. یه سالاد درست کردی دیگه، غذا که نیست. مامان من سفره رو جمع کردم. حالا انگار مثلا چی کار کردی؟ یه سفرت جمع کردی دیگه. مگه نگفتم خونه رو جارو بکش؟ چی کار میکردی تا الان؟ ظرف شستم، گفتی مگه چیکار کردی؟ سالاد درست کردم، گفتی من غذا درست کردی. خونه جارو زدم، برگشتی گفتی مگه با دستت رخت شستی. دیگه هیچ کاری نمیکنم. برای من حاضر جواب میکنی؟ جواب منو میدی؟ یه دستک چند بار گفتم جواب من